با سلام، با قسمت سوم وبسایت ارز دیجیتال رایگان هستیم. خب میخواییم دوباره ادامه بدیم این قسمت رو. برای تست کردن این باید یک کمی صبر کردیم. الان من میتونم دوباره یک بار دیگه تست بزنم، رولو میزنم، عدد جایگزین میشه و اینجا یه خطا داریم. خب اولین خطامون رو پیدا کنیم. خب از این استفاده کردیم. برای این قسمت در همه چی درسته. یعنی که 60/60 هم گذاشتیم. اصولا باید خطایی نداشته باشیم. به خاطر اینه که این وجود نداره، من برای اینجا یه آیدی میدم. اسمش رو میذارم next role. next role dot htmlش این باشه. بعد اینو ادامه بده. برای اینکه تست کنم من ردیف آخر رو پاک کنم که مجبور نشیم دوباره صبر کنیم. صفحه‌مون رو دوباره ریلود میکنم. الان میتونم دوباره بزنم، رولو میزنم، این اومد، شروع کرد و عدد اون هم اومد. خب فقط تنها مشکلی که ما داریم اینجا اینه که این رولمون به صورت آژاکس به صورت گت هستش و از نظر امنیتی درست نیست. من اینو پست میکنم. خب الان اگه من اینو صدا کنم و رولو بزنم باید بهم خطا بده. ساپورت نمیکنه. رول ما میتونیم از ریکوست هم استفاده کنیم براش. خب و همچنان نمیتونیم از این استفاده کنیم. پس دفعه بعد که اینو بزنیم خطا میده. برای اینکه متوجه خطا این بشیم بذارید من یه بار دیگه اینو پاک کنم که اجازه دارم. اجازهشو بهم بده. ریلود میکنم. هست ببینید اینسپکت المنت رو میزنم، کانسول رو میزنم و روش کلیک میکنم. ببینید 405 میده متد نات الاو. خب برای حل این مشکل باید چیکار کنیم؟ من یک صفحه رو باز کردم با عنوان توی لاراول جستجو کردم CSRF آژاکس. همونطور که میدونید باید حتما از CSRF استفاده بشه تو متد پست.
اولین آیتم این قسمت هد سایت قرار میدم که قرار گرفته قبلا تو قالب دیفالتش اتوماتیک قرار میگیره. بعد قبل از اینکه این شروع بشه باید آژاکس ستاپش رو بزنم. من فعلا این قسمت رو به صورت کامنت در میارم. $.ajax آیتم اول که باید بدم بهش URL هستش. من از روت رول استفاده کردم. آیتم دوم تایپمون هست. چون متدمون رو تغییر دادیم به پست، پس باید بنویسم پست. بعدی دیتا هستش که فعلا دیتامون رو خالی میفرستیم. در صورتی که ساکسس بده به ما فانکشن دیتا. خب الان دقیقا این قسمت رو میذارم تو این قسمت. کامنتش رو برمیدارم با کنترل و علامت اسلش کامنت میتونید بکنید یا از کامنت در بیارید. خب بریم صفحه‌مون ریلود میکنیم. این میمونه اینجا. رولمون رو میزنیم. استاتوسی برای ما برنگردوند. من اینجا یه دونه کانسول لاگ بزنم. دیتا صفحه‌مون رو ریلود کنم. خطایی برنگردوند. خب من این مشکل حل کنم دوباره ادامه بدیم. خب من آژاکس از اینجا برمیدارم و داخل این انتقال میدم. خارج از تابع دسترسی نداشت ظاهرا تو این ورژن. ما قبلا میتونستیم استفاده کنیم. میریم توی سورسمون ریلود میکنیم. خب میزنیم ببینید یه عدد برگردون واسه ما. خب کانسول لاگو برمیداریم. هر کدومون از این کار میکنه. نمیتونم با استفاده از طرف یه برنامه بنویسه بیاد اینجا پیاده سازی کنه و 1 ساعت به 1 ساعت خودش اتوماتیک برای ما اینو بزنه. خب تقریبا صفحه اول ما پیاده سازی شد. الان میخوام مقدار اعتباری که داره کنار این نمایش بدم. این قسمت اپ خب یوزر نیممونه این. بعد من یه LI جدید میزنم اینجا. LI استایل بدیم. بک‌گراند کالر بدیم بهش. یک کادر هم برای متنمون بدیم. فونت ویت بدیم بهش. بولد باشه. فعلا 0 بذاریم. لطف کنیم ببین اومد اینجا.
و این قبل اون بیفته منتقل میکنیم این قسمت، ریلود میکنیم دقیقا جایی که میخواستیم بیفته. با اینسپکت استایلمون رو بررسی میکنیم. اولش یک پدینگ لفت بدیم 10 پیکسل، پدینگ رایت بدیم 10 پیکسل، پدینگ تاپ بدیم، آتو که نمیشه فعلا، پدینگ تاپ 10 پیکسل هم برای تاپ بدیم. خب مارجین تاپ منفی 10 پیکسل اون از اونجا چسبید، مارجین باتام منفی 10 پیکسل. دقیقا فقط اینو یکم بیشتر کنیم. سی به سی هم این بر بندازیم. تمام. کدمون رو برمیداریم که این قسمت ازش استفاده میکنیم. خب لیبل صفر بزنیم. تمام. فقط پدینگ تاپمون رو یکم باید بیشتر کنیم، وسط بشه 15 16 خوبه. این 16 پیکسل. خب میتونیم همین رو به صورت آژاکس انجام بدیم. باز برای اینکه تو هر صفحه نیاز نباشه اینو بفرستیم، داتا خب توی هوم کنترلر یه تابه میزنم، پابلیک فانکشن توتال اکسل پی. خب از توی کش جایی که یوزر آندرلاین آیدی مون اینجا قرار میدم، آلت آیدی مون هست و استاتوس ما صفر هست. گت میکنیم ریترن دلار توتال کش، این هم میزنیم اون بالا. خب یه تابع گت درست میکنیم، توتال میزنیم اینجا، حالا برمیگردیم اینجا اینو میزنیم. خب کلش برای ما آورد. خب ما چیزی که میخواییم مجموع این کش ها هستش. میگه هم به جای گت از دستور سام استفاده میکنم و میگم کش رو واسه من برگردون. الان برگردیم اینجا، برای من یه عددی رو برمیگردونه. پس با این دستور من میتونم مقدار موجودیمو پیدا کنم. خب بیایم تو این قسمت آخرش اسکریپت دلار دات گت دیتامو و خالی دیتامو فانکشن یه دیتا نمیدونید alert دیتا.
صفحه‌ای که من میخوام برای من بیاره. ایکسشو کوچیک بگیرم، یه استانداردی باید برای خودم تعریف کنیم. میام برو روت، بغلش نشون داد. خب اسمی که برای اینجا در نظر گرفتیم هم هست دات HTMLش برابر با دیتا باشه. این آورد توی هر صفحه‌ای برم که این بار هست 100% اینو واسه من میاره. تو صفحه هوم لندینگ من نمیتونه بیاره چون نیست همچین چیزی. خب الان 47 دقیقه دیگه صبر کنم تا بتونم دوباره یه بار دیگه رولو بزنم. خب توی سایت اصلی ما یه قسمت ستینگ داریم که میتونه ولت رو تغییر بده و ست کنه. یه قسمت آمار داریم که چقدر امروز پرداخت کردن به کل کاربرا. یه قسمت هست که کل درخواستای به اصطلاح خروج ما رو میده بهمون. این قسمت یک قبل اینا یک الهه جدید بزنیم، کلاسش رو بزنیم نو آیتم، یه لینک بزنیم مشخص میکنیم لود میکنیم اومد. حالا میتونیم از این هم استفاده کنیم که آرزومه شکل تر بشه ولی نمیشه. این لینکی که این هم برای لینک استفاده کنیم. این هم یک آیتم منوی دیگه. public function کش آت گذاشتیم اسمشو. کش آت ور. خب یه لیتست بزنیم برای این قسمت، همون کافیه. یوزر اندرلاین آیدی چک کنیم ببینیم درست زدیم یا نه.
دقیقا یوزر آن حد این کش آتو میگم یوزر آندرلاین آیدی. خب میتونیم میکنیم فعلا کشات لیست رو اسمشو همون بزنیم برای خودمون بزنیم کش آوت لیست. اپمون اینجا روت میدیم بهش چیکار کردیم اعتراض درسته اینم پاس دادیم به این ماش گته اینم درست. PHP artisan root list URLشه نوع بابمونم خطایی که داریم توی این قسمت یوزر آیدیمون جنیت بدیم و 20 خب هم خروجی ما هستش. جلسه بعد برای این یک اینترفیس ثبت میکنیم و درخواست خروجی رو. امیدوارم مفید باشه. موفق باشید. روز خوش.